سلام رفقا، بیاین و برنده شوین. امروز میخوایم در سطح شهر یک گیم شو اجرا کنیم. 5 تا توپ به هر فرد میدیم و اگر فقط 3 تا زیر باسکت کنن چی برنده میشه؟ یک دانه قابلی که گوشت هم داره برنده میشه و اگر 5 تا را باسکت کنه یک دانه نوشابه سردم برش میدیم. ویدیو صحنه های جالب زیاد داره، ویدیو را حتما ببینین، لایک ویدیو یادتان نره. بیاین بریم با هم داخل این سوپرمارکت و یک نفر را پیدا کنیم که این توانایی را داشته باشه که فقط 3 تا زیر باسکت کنه و از ما برنده یک دانه قابلی شه. بیاین با هم بریم. داخلی سوپرمارکت یکی از برادرای ما در اینجا هستن و گفتنیشی است که من میتونم 3 تا از این توپا را باسکت کنم. من منتظر هستم ببینم که باسکت میتونه واقعا یا نه. بیاین با هم در ادامه ویدیو میبینیم. اولین توپ میخوایم از اینجا برش بتونم و منتظری هستیم که آیا واقعا کی میگفت من میتونم مثلا تواناییشو دارم که 3 تا از این را باسکت کنم میتونه یا نه. بیاین اولین توپ برش میتونم که اجرا کنه و بیاین ببینیم. بسم الله گفته ببینیم که میتونه یا نه. نه توپ پس بیرون برآمده، قبول نیست. نه پس برآمده. بیاین دومین توپ. خب توپ اول باسکت شد، ما خیلی خوشحالی هم کردیم ولی پس بیرون برآمده. بیاین باز دومین توپ برش میتونم و ببینیم. نه از سر باسکت رد شده. فکر کنم باید یک کمی سرعتش پایین بیاره. سیومین توپ. بیاین. نه بازم نشد. 2 تا توپ فقط باقی مانده، فقط 2 تا توپ دیگه و ببینم که در این 2 تا توپ میتونه مثلا یکیش باسکت کنه یا هر 2 تاشه. بیاین ببینیم با هم. بازم باسکت بیرون میبره. نمیفهم چرا قسمتش هیچ کار نمیکنه. آخرین توپ است. بیاین با هم تستش کنیم. آخرین توپ و بازم نشد. قسمی که شما دیدین فکر کنم باسکت کردن این توپا خیلی مشکل باشه چون 2 تا توپ باسکت شد ولی دوباره بیرون آمدن. بریم با هم نفر بعدی رو میبینیم و منتظر باشین که این ویدیو دیگه چقدر صحنه‌های جالب داره. نفر بعدی که پیدا کردیم و موافق است به این کاره که میتونه از این توپا رو باسکت کنه در تالار عروسی امارات است و میخوایم بریم تستش کنیم ببینیم که واقعا توانایی را داره که 3 تا زیر باسکت کنه. بیاین با هم ببینیم. دومین اشتراک کننده ما یک پسر 15 ساله و ببینیم که توانایی ای را داره که 3 تا زیر توپا را باسکت کنه. بیاین اولین توپ برش میتونم و ببینیم باسکت میتونه یا نه. نه از باسکت رد میکنه. نمیفهم چرا همیشه از باسکت رد میشه. دومین توپ خیلی احتیاط میکنه ولی نمیرسه به باسکت. اولیش رد کرد، دومیش گفت کمی آهسته بندازم، اصلا به باسکت نرسید. سومین توپ و این سرنوشت ساز است. خیلی عالی. اولین باسکت رفت. میبینین اولین توپی که داخل باسکت رفته. 4مین توپ است و یک توپ دیگه شما مانده. اگه این 3 تا آخر بتونه یک قابلی برنده شود. داخل لبه خورد، شما خودتان هم دیدین و رفت از باسکت بیرون. آخرین توپ است و ببینیم که ایرا میتونه باسکت کنه یا نه. فقط 2 تا را باسکت کرده و به خاطر اینکه از زحمت کشیده یک دانه نوشابه ما برش از طرف خود میتونم چون 2 تا را باسکت کرده. یک دانه نوشابه اسپرایت از طرف خود میتونم چون از زحمت کشیده و دومین نفری است که با ما در این چالش اشتراک کرده. بیا تبریک باشه برات، نوش جانت. و آمدم چی میگه لوکیشن چنج کردم. در اونجا هیچ کس از 3 نفر نتونستن که مثلا برنده شون و فقط 3 تا از این توپا را باسکت کنن. چالش ما یک کمی آسانتر میکنیم، بعداً ببینین که ما چی رو اضافه میکنیم و کدام آسانی رو میاریم که اینا بتونن راحت توپا را باسکت کنن. زیاد از بچه‌ها برنده نمیشدن. در قوانین یک کمی چنجز آوردیم، تغییرات چون آسانتر باشه. 5 تا توپ ما 8 تا توپ کردیم و فقط 3 تاش باسکت کنن برنده یک دانه بریانی میشن و 4 تاش باسکت کنن یک دانه نوشابه همراهش میتیم، یعنی آسان ترش کردیم. بیاین ببینیم که کی برنده میشه. آمدیم در این ساحه که شما میبینین پارک است و مردم هم میبینین که منتظری هستن که پسر خردسال به این توانایی داره که در این 8 تا توپ فقط 3 تاش باسکت کنه و یک دانه بار مصرف قابلی رو برنده شه. بیاین توپا رو برش میتیم و میبینیم چیکار میکنه. بیا 8 تا توپ است و ببینیم چیکار میکنه. همه منتظر هستن. اولین توپ از دست داد. خیر توپای دیگه هنوز داره. با حوصله میخوام بازی کنه. نه توپ نگی دیگه شه بگی باید دور تمام کنی. سرعتش بالاست، از باسکت رد میشه. بریم بعدی. 3مین توپ است. خیلی عالی. اولین توپی است که داخل باسکت رفته و منتظری هستم که بعدی چیکار میشه. بریم بعدم. خیلی عالی. فقط یک توپ دیگه مونده که برنده شود. از باسکت رد شد. بریم بازم توپ داره. بریم.
اوه برنده شد. خیلی عالی. یک توپ دیگه، فقط یک توپ دیگه بندازه. بیریانی برنده شده. فقط یک دانه دیگه بندازه و نوشابه هم برنده شد. بریم با هم ببینیم. نرسید به باسکت. یک دانه آخرین توپ است و ببینیم که میتونه با این توپ نوشابه را از آن خود کنه یا نه. بیاین ببینیم با هم. ولی بازم دمش گرم برنده شد. یک دانه بیریانی از طرف ما و این بیریانی که برنده شده نوش جانش. کارت امارزیست هم بالایش است. تبریکش باشه و نوش جان ان شاءالله دارویی شوه. میریم ببینیم تا کسی دیگه هم در این ساحه میتونه برنده چالش شوه یا نه. یکی از بچه‌هایی که اینجا مثل برادرم است پیداش کردیم و هم به گفته خودش ما توانایی را میگه دارم که در این 8 تا توپ که ما تعیین کردیم فقط 3 تاش باسکت کنم و برنده یک دانه بیریانی شوم. بیاین با هم میبینیم. توپا را برش تسلیم میکنم و میخوایم یک دانه داخل باسکت پرتاب کنه. بریم با هم استارت. اولین توپ پرتاب میکنه. دومین توپ داخل باسکت قبول میشه. باسکت گرچه خوابیده ولی قبول است. نه. سومین توپ هم نرفت. چهارمین توپ هم نرفت. نه بازم رد شد. 2 تا توپ شده تا اینجا. 2 تا توپ. و برنده شد. خیلی عالی برنده شد واقعا. فقط 3 تا توپ باسکت کرد و کراودی که اینجا میبینین شما یا چکچک ورتا و هیتول. خیلی عالی. نفر برنده شده. نفر میبینین که دومین برنده این چالش است و این بیریانی که برنده شده نوش جانش. به خاطر چالش های بعدی سابسکرایب یادتان نره و ویدیو رو هم لایک کنین. بیا بفرماییم خدمت خودت. نفر بعدی که در این چالش اشتراک میکنم من خوش میشم که برنده شوم. میبینین که از این عطرهای دستی میفروشه و این برادر ماست و میخوایم در این چالش یعنی از دل جان میخوایم برنده شوه. بیاین ببینیم که چیکار میکنه. اولین توپ از اینجا برش میتم و دعا میکنم که خدا کنه که برنده شو. بیاین اولین توپ برش میتم. اولین توپ و این پلاستیک از توپا 8 تا توپ است و فقط باید 3 تا شده اونجا باسکت کنه. بریم استارت. اولین توپ. نه اولین توپ رد شد از باسکت. باید داخل باسکت میرفت ولی رد شد. بریم دومین توپ میبینیم. خیلی عالی. اولین توپ باسکت کردن فقط 2 تا توپ دیگه مونده تا برنده یک دانه بیریانی شو. بریم سومین توپ است. خیلی عالی قبول میشه. گرچه باسکت خوابیده ولی قبول است. 2 تا توپ باسکت شده و سومیش میبینیم فعلا. برنده یک دانه بیریانی. خیلی عالی. قسمی که گفته بودم یعنی واقعا از دل میخواستم که این بیریانی را این برنده شوه. بریم ببینیم که بازم توپ های بعدی چی کار میکنن. نه اشتباه. سرعتش کم بود و با باسکت نرسید. بریم. خیلی عالی برنده شد. تمام. اولین نفری است که با بیریانی نوشابه هم برنده شده و من میگم نوش جانش. خودش زحمت کشیده و به زحمت‌های خود برنده شده. توپای بعدی هم فقط به خاطر ساتری بان بندازه مردم هم ببینن. عالی. خیلی عالی. نفر دستش چی میگه؟ دستش کاملا راه افتاده. بریم آخرین توپ است و برنده سی را فقط به خاطر ساتری انداختیم. برو سر کراود یک چک بزنن برش. یک تشویق کنین. واقعا زحمت کشیده و خودش برنده بیریانی شده. بیارین بیریانی و نوشابه را که برش بدیم و این هم قسمی که گفته بودم 1 دانه نوشابه و 1 دانه بیریانی که کارت امارزیست هم بالایش است و این نتیجه حمایت های شماست و من این را برش تقدیم میکنم. نوش جانش و خدا کنه خوب در جانش بشینه و دیگه هم چاق شوه. لایک ویدیو را تا نره و سابسکرایب هم کنین. رسیدیم در این بخش ویدیو و در این بخش ویدیو شما میبینین که 1 دانه اسکواد گنگسترها در اینجا هستن. چی میگه گندگیرا یا بدماشای ساحه هستن. بایسیکلایشان هم میبینین که در اینجا پارک کردن و میخواین که این توپایی که در دستشان است باسکت کنن. فقط 3 تاشه تا بیریانی را برنده شون و 4 تا که نوشابه هم بگیرن. بیاین بریم استارت میکنه. اولین توپ پرتاب کو ببینیم چیکار میکنی. بریم. خیلی عالی واقعا خوبش بود. دومین توپ میخواد باسکت کنه. سومین توپ خیر چانسش زیاد است هنوز. 3 تا توپ دیگه هم داره. اگر رد شود 3 تا دیگه هم میتونه میس کنه. بریم سومین توپ است. 2 تا اینجا باسکت شده و رفیقایش شما میبینید که چقدر خوش میشن وقتی دوستشان یک توپ باسکت میکنه. بریم با هم ببینیم. سرعتش بالا بود رد شد. بریم هنوز توپا زیاد مانده. سرعتش بالاست. باید سرعت خود یک کم پایین بیاره. یک کم سرعت کم کو. بریم ببینیم با هم.
یک دانه بیریانی برنده شده در اینجا و یک توپ دیگه را باید باسکت کنه که یک دانه نوشابه سردم بگیره. بریم با هم فقط یک توپ دیگه تا یک دانه نوشابه هم چیزی برنده شه. بریم ببینیم با هم. در لبه باسکت خورد و رد شد. فقط توپ آخری است و این را باید 100% باسکت کنه که بخواد یک دانه نوشابه را بگیره. بریم با هم. خیلی احتیاط. تا اینجا بازم دمش گرم، یک دانه بیریانی را برنده شده. بیریانی را برش میتیم و نوش جان. و این بیریانی قسمی که گفته بودم زحمت کشیده و به زحمات خود برده. لایک ویدیو یارتان نره و من این را تقدیمش میکنم. نوش جانش که تنهایی میخوره یا با رفیقایش. لایک ویدیو یارتان نره. و این بود تا اینجا چالش امروزی باسکت کردن این توپ ها. خدا کنه از ویدیو لذت برده باشین. به خاطر قسم ویدیوهای چالشی در خیابان ها کانال حتما سابسکرایب کنین. لایک ویدیو یارتان نره و اگر نظریاتی دارین در بخش کامنت حتما نوشته کنین. تا دیدار بعد، بدرود.